چو خورشیدی تابان میان هوا، نشسته برو شاه فرمان روا. جهان انجمن شد بری تخت اوی، فرو مانده از فره بخت اوی. به جمشید بر گوهر افشاندند، مرا روز را روزی نو خواندند. سری سالی نو هرمزی فرودین، برآسوده از رنج تن دل ز کین. بزرگان به شادی بیاراستند، می و جام و رامشگران خواستند. چنین روزی فرخ از آن روزگار، بمانده از آن خسروان یادگار. چون در ایام نوروز قرار داریم و بسیار رمزی است که سخن ابتدایی را از شاهنامه و از سخنهای حکیم ابوالقاسم فردوسی درباره اساسگذار شاهنامه شاه جمشید گفتن به مورد است و امروز در برنامه تصمیم گرفتیم با اشتراک ادبیات شناس دوسنت دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف اسلام جان رحیموف اطراف موضوع آیین‌های نوروزی و یا خود تجلیل نوروز و تاریخ آن در ادبیات چگونه انعکاس گردیده است با شما صحبت بیاراییم. خوب است، خوش است که ما در این برنامه سخن ابتدایی را از کلام ناب حکیم ابوالقاسم فردوسی پیرامان شاه جمشید که نوروز را سازمان داده از آن آغاز نمودیم. از نگاه شما استاد گرامی، ادبیات چگونه توانسته است که فضیلت‌های نیکی، فرخندگی، بالندگی و ماندگاری نوروز خجست را انعکاس نموده باشد؟ به نام خداوند بهار آفرین. بهار آفرین را هزار آفرین. به جمشید و آیین پاکش درود، که نوروز مانده است از او یاد بود. در ادبیات، در فرهنگ ما، در تمدن فارس و تاجک اگر نگاه کنیم، نوروز یک جایگاهی ویژه خود را دارد. چندین اثرها تالیف گشته است با نام نوروزنامه، گرچند که این اثرها منطقاً گیریم دایر به نوروز نباشند هم، لیکن در شب و روز نوروز به این یا آن پادشاه پیشکش میشد و به خاطر آنکه در جشن نوروز پیشکش میگردیدند با نام نوروزنامه مشهور بودند. مثلا یک طبیب، یک عالم طب مینویست، کتاب مینویست دایر مثلا تشریح بدن انسان و در عرفی نوروز یا که در روز نوروز آنکه آماده میگردید همچون نوروزنامه تقدیم میکرد به حاکم یا اینکه به پادشاه کشور یا به یک فرمانروا که آن هم با نام نوروزنامه پخش شده است. و وقتی که ما نوروزنامه ها رو اصلا که منطقا ما میکنیم که اصلا درباره نوروز است، لیکن بسیار نوروزنامه ها است که دایر به دیگر علم ها هستند، لیکن به خاطر آنکه هدیه نوروزی شدند با نام نوروزنامه شناخته میشوند یا در فهرست ها همین گونه ثبت شدند. این دلالت بر آن میکند که گذشتگان ما اهل خرد و کلام چگونه نوروز را پاس می داشتند و محض همین تحفه های بزرگ را هدیه نوروزی می داشتند. یکی از مثلا عادت های گذشتگان ما نوروز عامه بود و نوروز خاصه. خب در نوروز عامه معلوم است که مردم مثلا می روند سیر و گشت می کنند یا خرسندی می کنند، لیکن در نوروز خاصه این نوروز اهل علم، نوروز اهل مثلا حاکمان، نوروز اهل دربار است. این نوروز واقعا یک فرهنگی است. مثلا در ایام نوروز یک عادت بود سرودن قصیده یا اینکه مدحیه، هم با تبریکات نوروزی و هم با مدح این یا آن حاکم یا فرمانروا، گویا یک عنعنه معین بود. و وقتی که شاعر یا اینکه مثلا یک ادیب قصیده نوروزی را پیشنهاد میکرد، حتما پاداش نوروزیش را از آن حاکم میگرفت. و یک عادت دیگری هم داشتیم، این عادت اعلان تحویل سال. همین عادت تحویل سال تا در زمان مثلا آخرین سلاله خاندان حاکمی گویم مملکت تاجیکان گویم بخارای شریف، نه تا زمان آخرین پادشاهی مثلا منقیتی ها بود پابرجا بدین عادت. این چی بود؟ وقتی که نوروز فرا می رسید منجم خبر میداد به پادشاه
یعنی به اهل دربار خبر میداد و حتما جار میزدند، گاه ها نقاره می نواختند، گاه ها کرنه میکشیدند، با معنای آنکه سال تحویل یافت، یعنی ساعت نوروز در آمد. مثلا اگر موافق حساب‌های مثلا استرونومی، خب همین سال ساعت 14:02 به فکرم اگر خطا نکنم سنی 22 مارس نوروز می‌دارد. یعنی تحویل سال 22 مارس بعد از ساعت 14 است، یعنی وقت استرونومیش. خب عیناً همین ساعت خبر می‌دادند به امیر و حتما این چیز جشن گرفته میشد و حتی همین گونه عادت بوده است که وقتی که امیر خوب در سفر است حتما بعد اعلان تحویل سال یا تحویل نوروز استراحت میکرده است، خوب خوشی و خرسندی میکرده است و حتی اگر در جنگ باشد صلح میکرده است. یک مدتی آنکه نوروز در آمده خودش میگوید که نوروز این صلح است، نوروز این شادکامی است، شادمانی است، شادزیستی است. ولی اینطور است و باز یک عادتی خوشی که در نوروزی تمام مثلا منطقه‌های تاریخی تاجیک‌نشین موجود بود، این در نوروز یا در جشن سری سال پیشنهاد کردن نویگری بود. بله. مثلا مورخان نوشتند که وقتی که نوروز در هرات جشن گرفته میشد، نانوای‌ها مخصوص نان میپختند در نمود قلعه، در نمود قلعه و مناره و همون نان را پیشکش میکردند در نوروز شهری در هرات. همین واقعه به قدر شد. این نمیبینید در اصل 15 در اصل 16 همین هر روز در نوروز هر سال در نوروز یک چیزی نو رو یا نوآوری رو وارد بله این نوروز خودش نوشوی است، یک چیزی نو، یک اندیشه نو، یک غایه نو وارد میکنند. استاد ببینید که از عهد دور مثلا از دوران شاه جمشید تا به امروز نوروز با چندین پیراهن‌های نو خود را زینت و آرا به زمانه موافق نموده با زمانه یک جای گام بردارد و قدم بزند و اصولا بگیریم به دوران موافق میشه، مطابق میشود، ولی اصلی خود را هیچ از دست نمیدهد، ارزش های خود را از دست نمیدهد، برعکس سنت های نو پدید می آیند در جوهر نوروز. تشکر زیاد. یعنی نوروز پیری همیشه جوان است، کهنسال همیشه جوان است، این دائم نو می شود. خب اگر از نقطه نظری عرف و عادت عنعنه ها گیریم، یک قسم عنعنه هایی هست که به کل مردم خاص است و یک قسم عنعنه های نوروزی است که خاص یک منطقه است. خب این یک حالت مقرری است در همین جشن ها. یعنی جشن های هستند که مثلا عادت های نوروزی هست که به همین منطقه خاص است. مثلا پختن سمنک خب در شمال هم در جنوب هم هست، خب در افغانستان هم هست، در ازبکستان هم هست، خب در ایران هم هست، در قرقیزستان هم هست. یعنی همچون یک رمزی طعام جشنی این در همه جا قبول شده است. لیکن بعضی سنت های هست خاص تاجیکان است یا که خاص یک منطقه یا خاص یک ناحیه هست. مثلا اگر بگیریم در نوروز در دهه غداز ناحیه اشت یک طعام میپزند نامش جواری مکه بشیر و همین جواری مکه بشیر را در روز نوروز تنها دخترانی میخورند با نیت آنکه شوهر کنند. این تنها در نوروز بله تنها در نوروز میپزند، این خاص نوروز است. یا اینکه مثلا در بعضی دهه ها همین گونه عادت هست که یک زنها هستند که کسبشان پختن سمنک است و آنها تمام سال سمنک میپزند. خب خواب میبینند، در خواب شبشان میبینند که سمنک پخته شدند، خواه زمستان باشد خواه تابستان باشد میخیزند سمنک میپزند. این خیلی مثلا حادثه هم است که این به یک محل یک مضافات یک لکلی است، یک نقطه لکلی است. نه انا همین گونه مثلا عنعنه های خرد محلی ما حالا ناآموخته ایم و زیاد وجود دارد و این خیلی زیاد است. احیا پیش از احیا کردن اول آموختن در کار است، بعد مثلا با مردم شناس کردن در کار است که اون چی معنا دارد. خب بسیار چیزها هست که ما ریشه‌اش را ناآموخته توکلی گپ زدن نمیتوانیم، از روی توکل مثلا گفته نمیتوانیم. مثلا یک مثال عادی در نوروز در دسترخوان نوروز گذاشتن تخم یا اینکه گوشت مرغ یا اینکه گوشت ماهی،
این فلسفه دارد، این رمز دارد. فرض کردیم در نوروز در یک زمانهای باستانی استعمال گوشت چاروا یعنی گوشت گاو، گوشت گوسفند اجازت داده نمیشد. این فلسفه دارد. به خاطر چی؟ گاو فرض کردیم گاو برزگاو این در وقتش اجرا کننده وظیفه تراکتور بود، یعنی زمین کشت میکرد. به خاطر آنکه این گونه جانوران کاری تلف نشوند اجازت نبود که ذبح نمیکردند و گوسفندها در همین موسم نوروز لاغر میشدند. لاغر میشوند. بله آنها رو باید به چرا صدا داد و در همین مدت استعمال گوشت سفید توصیه میشد. گوشت سفید چی است؟ گوشت مرغ است و گوشت ماهی است. گوشت ماهی است. ماهی کردن و همین گوشت ماهی را استعمال کردن همین رمز داشت که پاکی است. پاکی است. و یا اینکه مثلا تخم این رمز آفرینش است. خب درست استاد. درباره فضیلت‌های دیگری نوروز مخصوصاً آراستن خانه هفت سین و هفت شین میگفتین که من فکر میکنم در نوروز خانه هر نفری را به آراستن دسترخوان هفت سین هفت شین نوروز را تصور کردن نشاید. خب خیلی خوب با مورد قاید کردید. اصلا دسترخوان هفت سین و هفت شین تاریخ چندان زیاد ندارد. زیاد باشد این 300 سال پیش پیدا شده است. از این پیش ما هفت سین، هفت سین نداشتیم، اما دیگر چیز داشتیم. این هفت سین گفته نادرست شرح دادن، به حرف سین و شین ربط دادن این نادرست است. اصلا این هفت سینی است. سینی گفتنی گپ طبق است. هفت طبق چینی و این چی از چی پیدا شده است این هفت سینی؟ هفت سینی یعنی هفت طبقه است. در دوره ساسانیان معبدان اهل علم جمع شدند و در هفت طبق تخمی هفت گونه زراعت را می‌ماندند. ارتباط داشت با ساحه کشاورزی برزگری. ارتباط و مشاهده می‌کردند که کدام از این گیاه‌ها یا که زراعت‌ها زودتر نیش زده است. بعد همان را می‌دیدند و سفارش می‌دادند، از همان فال می‌گرفتند، از همان می‌فهمیدند که امسال در مملکت فرض کردیم عدس یا که ماش زیاد می‌شود یا نخود زیاد می‌شود یا گندم زیاد، همان را سفارش می‌دادند که کشت کنند. جو را زیادتر کشت کنند یا دیگر یعنی چیز. آزمایش می‌کردند. این هفت طبق به خاطر سنجیدن همون سال، بله پیش این بینی همون سال. هفت سینی یعنی سینی طبق. خب قبلا درباره نوآوری به نوروز، احیای نوروز، عنعنه‌های دیگر که به نوروز وارد شدند، این هم به همون داخل می شود؟ ما یک چیز نباید مثلا آمیخته کنیم با دو چیز. خب ما هفت طبق داشتیم که هفت سینی گفتم، یعنی هفت طبق داشتیم. غیر از این هفت طبق ما دویم چیزی که هفتگانه داشتیم. اینه در تاریخ نامش میگویند هفت میوه. یعنی هفت میوه، همین در دسترخوان باید هفت میوه باشد بود. در ردیف هفت طبق دوم چیزی که بله هست هفت میوه، یعنی انتخاب شده از هفت میوه. اون زردآلو خشک، هفتالی خشک، آلی خشک، خب انجیر. در هر منطقه تاجیکستان هفت میوه هر خیل است. مثلا در پنجکند یا در عینین هفت میوه گفته هفت گیاه نوشابه سازی را میگویند که از آن هفت گیاه شربت نوشابه میسازند که یک هم حلاوت میبخشد هم یک کیفیت خاص میبخشد. اون هفت میوه نام دارد و خصوصیت تبابتی دارد. و هفت میوه یکی در وادی ها بود، این عبارت است از همان هفت میوه خشک که مثلا در طبق ها میگذاشتند و از این هفت میوه شربت آماده میکردند و این همین شربت نوشاکی اساسی نوروز بود. خب گذشتگان ما نوروز نامش نوسرد میگفتند. نه کلمه نو در اینجا هم هست و یک چیز عجیب ترینش است. این چیز ما باید توجه کنیم، اهمیت دهیم. همین نوروزی که سعودیان به چین کوچیده رفته جشن میگرفتند یا اینکه جشن تیرگانی که سعودیانی که در چین مهاجر شده بودند جشن میگرفتند، امروز در چین باقی مانده است و مردم چین آن را قبول کردند با همون عنعنه رسم آیین. مثلا همین جشن سال نوی که چینی ها جشن میگیرند، جشن سال نوی که چینی ها جشن میگیرند، این عنصرهای دارد که در عنصرهای نوروزی سعودیان بود. مثلا همین هفت میوه که گفتیم در نمود هفت خوراک در چینی ها باقی مانده است. این رو من نگفتم،
این را خود عالمان چین اعتراف کردند که همین عنصر از سعودی ها گذشته است به چینی ها. ما به چینی ها هم گرچند که آنها مثلا نوروز نمیگن لیکن نامش سالی نام میگن، لیکن باز همان نوشوی سال ifade میکنند. ما بسیار عنصرهای نیکی فرهنگی خودمون ملت های دیگر بدادیم و از جمله چینی ها. یا اینکه چینی ها یک جشن دیگر دارند، جشن زورق اژدها میگویند. زورق اژدها. این همین زورق اژدها اگر ساده کرده گوییم نسخه چینی جشن تیرگانی سعودی ها است. استاد برمیگردیم به همون 7 طبق. ما دوم طبقه گفتیم که در دوم طبق میوه‌جات ها گذاشته میشد، نوع قاقی میوه‌جات ها که از آن شربت، نوشابه های شیرین و با لذت پرتراوت. خب سوم طبق چی داشت؟ خب همین طبق ها مثلا همه 7 طبق این همان گفتیم که یک خصوصیت پیشگویی کننده هر گونه میوه ها بود. خب این 7 میوه، این 7 نوع میوه مقرر است که طبق ها میکشند، لیکن همین کلمه 7 شنبه ارتباط کردن، بعد 7 شنبه برآمد، بعد 7 سیم برآمد و امروز میبینیم که 7مش هم پیدا شده است. خب در این ایجادکاری مردمی است. بله، نوآوری مردم، هر چیز وارد می شود و چیز زم می شود، چیز طرح می شود. خب استاد، خودی نوروز ادبیات چی میگوید؟ تاریخ نیاگان ما چی میگوید؟ خب ادبیات فارس تاجیک یکی از ادبیات‌های غنی‌ترین جهان است و در آثار هر شاعر ما یک ژانر را مشاهده میکنیم یا یک سروده، یا حتما هر شاعر که هست، هر شاعر که عاشق است و هر شاعر عاشق بهار و نوروز است. البته درباره نوروز اشاره ها دارد. خود حافظه بگیریم یا اینکه کمال خوجندی یا اینکه رودکی که بهاری های خوب دارد، هر یک شاعر به نوروز بهار به عشق اعتقاد دارد و بلبل تعبش در فصل بهار به خوانش می آید که شعرهای نوروزی. خب اگر شاید شمار کنیم، اگر در کل ادبیاتمون زیاده از میلیون شعر درباره نوروز باشد، زیاده از میلیون شاید باشد تنها در ادبیات کلاسیکی. و ما حالا در نظر ندارم ادبیات معاصر ایران، ادبیات افغانستان، ادبیات متخصص فارسی زبان هندوستان، این را در نظر ندارم. هر شاعری که آمد درباره نوروز شعر گفت و در همین شعر گفت، قصیده سرود، خوب مصمد گفت، بهاریه سرود و نوروز را مثلا با هم دیگر تبریک کرد. یک بیتی نوروزی مثلا یک هدیه شاعر بود برای مثلا کلی مردم. این نه تنها این است. خب در کتاب‌های تاریخی نوشتند که سومنک رو میگیرند در یک فنجان، در یک خوب پیاله میگیرند و میبرند به نزد پیغمبر ما محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و اون کس در همین کتاب ها نوشته است که همچون حلوا قبول میکنند. این شیرینی است، حلوا است. خوب میخورند و میگویند نوروز نا کل یوم، نه نوروز برای ما هر روز است. نوروزتان فیروز بود، نوروزتان هر روز بود. یعنی این هم به سخنان پیغمبر خودمان هم ارتباط دارد. یعنی اسلام اصلا به این چیز ضد نیست. یا اینکه حضرت علی نوروز قید کردند، یا اینکه دیگر مثلا خلیفه ها نوروز من نکردند. واقعا نوروز این همبستگی انسان است با طبیعت. یعنی در نوروز شب و روز برابر می شود، در نوروز چی شب گردی چی روز. یعنی این آغاز فصلی نوی سال، مرحله نوی زندگی است، نوشوی است. همه آن چیزی که کهنه بود آن را میپرتایند و قبای نو بر میکنند. همه کدورت هایی که بود از دل رها میکنند. یعنی این یک خوششوی است، شادشوی است. خب مردم میروند به سوی کیشت، به سوی دشت، به سوی مثلا چمنستان، به سوی باغ، به سوی مثلا تماشای راه میروند، از چشمه‌سار آب چشمه‌سار بهره میبردارند، گوش به نوای بلبل و به چهچه پرندگان میدهند. همین این زنده شدن انسان است. مرغ دل زنده می شود، طبع انسان زنده می شود و این خودش میگوید که نوروز است. یعنی فلسفی مهمترین نوروز این نو شدن است. نویگری را به جهان گسترش دادن است. نویگری را از خود آغاز کرده به تمام مردم تقدیم کردن است. فلسفی نوروزی است که هم دوستی، هم رفاقت، زندگی یک جای بی خشونت بلکه با خوشنودی. تشکر، اظهار سپاس برای اندیشه های بیکر و دلیل های معتمد تاریخی. اصلا بگیریم از گذشته تا امروز بهار، نوروز خط و سرحد ندارد، یگانگی را میپذیرد، به همایی را، شادزیستی را،
хуррамиро, фархундагиро, болидарӯҳиро ва бисёр ҷанбаҳои фазилатҳои нек дорад, ки бояд омӯхта бишавад. Ман фикр мекунам бинандагони азиз аз ин суҳбати гуворҳои шумо маъниҳои хуб бардоштанд ва бошад, ки тоҷикистони мо ҳамеша обод бошад ва албатта бо дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Наврӯзи мо ҷаҳонӣ шуд ва фикр мекунам тамоми оламиён ин Наврӯзро, ин иди бошукӯҳи миллии тоҷикиро ҷашн мегиранд. Ин буд бинандагони азиз силсила барномаи Гулчин аз таърихи тоҷикон бо адабиётшинос, номзади илмҳои филологӣ, устоди донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, Исломҷон Раҳимов атрофи оинҳо, суннатҳо ва фазилатҳои неки Наврӯз дар ин шабу рӯз. То барномаҳои навбатӣ сарбаланду пирӯз бошед.